مگه گفتید امروز وقت چیه؟ وقت تعمیراته. یس، بالاخره وقتش فرا رسید و ما امروز اینجاییم تا از خونه‌ای که تا به امروز 50,000 یورو به من ضرر داده یه خونه خیلی خفن بسازیم و ضررامون رو تبدیل کنیم به سود. واسه تعمیرات خونه من 2 تا لیست براتون درست کردم که دونه به دونه قرار این کارا رو انجام بدیم و اولین کاری که باید امروز انجام بدیم خراب کردن دیواراست. البته قبل از هر چیزی بذارید دیوارا رو بهتون نشون بدم. بچه‌ها اولین جایی که باید خراب بکنیم دقیقاً اینجاست، جایی که توی پذیرایی هستش. بچه‌ها در گذشته اینجا کاملا باز بوده و آشپزخانه ما اوپن بوده. البته کابینت‌های بالایی نمیدونم اصلا کاملا مشخص بودن که سوار شدن، ولی یه نکته بعدی که داره اینه که نگاه کنید اینجا یه در بوده که چارچوب در متاسفانه بچه‌ها بر نداشتن و امروز قراره که این دیوار رو کلا دوباره خراب کنیم و دوباره گچ‌کاریش کنیم که این چارچوب درم برداشته شه. این از اولین کاری که باید بکنیم. دومین کاری که باید بکنیم چارچوب اینو بعد یه ذره بزرگترش کنیم و چارچوبش رو عوض کنیم چون چارچوبش اشتباهه. سومین کار دقیقاً دیوار سمت راست منه. این دیوار قراره که بشه 60 سانت، یعنی ما از اینجا تا اینجا همه رو باید خراب کنیم. البته اینجا هم همون مشکل داریم، اینجا یه دونه چارچوبه که مشخصه و اینم باید برداشته بشه. و سومین دیوار آشپزخونه است. دقیقاً همین دیواره بچه‌ها. این دیوار کاملا باید برداشته شه. این چارچوب هم باید در بیاد و اینجا باید یک سطح بشه. و چهارمین دیوار بچه‌ها این دیوار ورودی خونه است. اینم کلا باید در بیاد که فضای سالن بزرگ و شیک و خفن باشه. و در کنار همه این کارا به عنوان آخرین کاری که باید بکنیم در دستشویی رو باید در بیاریم. متاسفانه این در دستشویی بریده شده چون توالیتی که نصب شده بزرگ بوده و این در با چارچوبش قراره که در بیاد. یه در چارچوب جدید میخوام بخرم و قراره که این در از بیرون باز بشه. امروز قراره که کلی کارا تو این خونه انجام بشه و من یه دستگاه چکش تخریب خفن رفتم کرایه کردم که اینجاست. دادن به بریم آنباکسش کنیم. البته مال خودم نیست، این کرایه است. چی رو باید آنباکس کنم ایران؟ خب امروز فکر کنم تمام همسایه‌ها از من متنفر بشن. بچه‌ها این از چکش تخریب ما. با این دیگه فکر کنم دیوار رو در حدی میتونم خراب کنم که برسیم به خونه همسایه. چه جوری حالا نصب میشه لامصب؟ یس. بعد سوال من اینه که این چه جوری بسته میشه؟ نه اوکی، این دیگه در نمیاد. بالاخره بعد از چند دقیقه ور رفتن با این دستگاهمون تونستم سرهمش کنم و این شما و این آقا دستگاه ما صداش خیلی زیاده. من مطمئنم تمام همسایه ها از امروز به بعد از من متنفر خواهند شد و مطمئنم که امروز قراره کلی فوش بخورم. البته قبل از اینکه ما بخوایم با دستگاهمون دیوارا رو خراب کنیم بچه‌ها من یه دونه پوک خفنم دارم و قراره که ببینیم با پوک میتونم این دیوارو خراب کنم یا نه. من امروز میخوام 3 تا تست دقیقاً انجام بدم. یه دونه با پوک، یه دونه با پا، یه دونه با اون دستگاه. ببینم که کدومش سریع‌تره. البته اول از همه باید اینا رو در بیارم. مثلا حواسم نبود. اوکی خدا رو شکر اینا راحت در میاد. این باید در بیاد. کلی چیز میفته. این باید در بیاد. اینم به نظر من خودش اوکی. این باید در بیاد و بقیه‌اش هم یه خودشون در میاد. خیلی خفنه، خیلی حال کردم جان من. بچه شما ببینید بچه اینا همگی دیوار کاذب هستن ولی خب توش یه ذره بتون اینا هم هست دیگه. ولی خب دیوار کاذب ما اینجا مهندس آورده بودیم و بهمون گفته بودن که هیچ اشکالی نداره این دیوار اگه بخوایم برداریم. خب این از این. بریم سراغ تست دوم. بچه تست دوم نیروی پای منه. البته اینجا آهنم توش هست. فکر نکنم پاهم چیزیش باشه ولی به نظر من بتون خیلی قوی تره. با پا فقط من رد پا روش انداختم. نگاه کنید بعد جای کفشم بود. هیچ اتفاقی براش نیفتاد. آقا تست سوم با دستگاهمونه. ببینیم که با این دستگاه چیکار میکنیم. اوکی عالی. بچه‌ها به نظر من بهترین آپشن تا الان پوکمون بود. بعدش اینه و این فقط به درد میخوره که سوراخ ایجاد کنی توی دیوار و بعد با اون پوک مثلا بزنی چه میدونم له و لوردش کنی. به درد چیزی دیگه به نظر من اصلا نمیخوره. خب آقا قبل از هر چیزی ما اول باید ایمنیمون رو رعایت کنیم. حالا ایمنی ما اینجا امروز دستکش و ماسک میزنیم. بچه‌ها پیشرفتمون خوب بوده. من اینجا رو با چکش زدم و احساس میکنم این سری بتونم با پا خرابش کنم. یس دشمنان ببینم.
فکر کنم بهتر این دوربین رو بزنیم یه جای دیگه. همونطور که گفتم اولین قدم خراب کردن دیوارات و منم افتادم به جون اولین دیواری که باید خراب می‌کردیم. ولی الان یه مشکلی که دارم اینه که جن زدیم به در. البته در منظور من در خروجی دیگه. الان در خروجی باز نمیشه و بچه‌ها این لامینات کف زمینم اصلا مهم نیست چون کلا این قسمت عوض میشه. واسه همین هیچی من زیر نذاشتم. ولی خوب تونستم اینو بکنم. اصلا فکرش نمی‌کردم. اصلا نیازی به اون دستگاه نبود. خب این از این دیوار. بچه نخالای اینجام بعدم یه کارگر میفرستم که بیاد جمع کنه. واسه همین زیاد نگرانی نیستم. فقط مهم اینه که در رو بتونم باز بسته کنم، بتونم از این خونه برم بیرون. let's go. به نظر من دیوار بعدی بریم سراغ دیوار آشپزخونه. آقا این دیوار آشپزخونه مطمئنم خیلی کار داره. این قسمت سقفش هم هست. یعنی کلا این باید بیاد بیرون. این چارچوب هم باید بیاد بیرون. این 100% بیشتر کار داره. فکر کنم این قشنگ 20 دقیقه وقت اونو بگیره. اوه نه، این سفتره. خیلی این سفتره. آقا ما این دیوار رو تا اینجا خراب کردیم ولی خدایش این سخت‌تره. وای شاید گرد و خاک هم تو خونه رو افتاده. اوکی یکم به هوای تازه نیاز دارم. بچا یه ذره ما باید استراحت کنیم. بعد این دیوارا همه رو بعد امروز تمامش کنم. امروز هدفم رو این گذاشتیم که تا تقریبا 3 ساعت دیگه همه رو تمام کنم و مطمئنم هم که میشه. بعد از یکم استراحت دیگه وقتش رسیده بود که دیوار آشپزخونه رو به کل داغون کنم. چون از روزی که این خونه رو گرفتم فضای کم آشپزخونه‌اش روی مخم بود و دوست داشتم خونم آشپزخونه دلبازتری داشته باشه و آقا تا اینجا رو من تونستم خراب کنم ولی الان واقعا دارم احساس میکنم اومدم توی لاست پلیس. بعد توی این دیوار برق هم هست ولی سیم اینا رو من از قبل قطع کرده بودم. فیوزشون از کنترل کشیده بودم بیرون و هیچ برقی ندارن که بتونن ما رو بگیرن. الان خوب پیش رفتیم. بعد یه تیکه بالا مونده با این پایین و این یه قسمت. یعنی چیز خاصی نیست و خیلی راحت‌تر و سریع‌تر از چیزی که فکرشو می‌کردم. ولی یه بعدی که داریم اینه که عینک میزنم که گره خاک نره تو چشم. عینک بعد از 10 ثانیه بخار میکنه، هیچی نمیتونم ببینم و این ماسکم نفس که میکشم اون بادی که میدم بیرون، یعنی اون نفسی که کشیدم و هواشون که میخوام بدم بیرون میخوره به چشمام و چشمام اذیت میشه. خیلی گناه دارم. و تمام. یس آقا این از شما و اینم از دیواری که اینجا بود. به به بچا اینجا قرار بشه آشپزخونه. الان ببینید خداییش چقدر بزرگتر و خفن‌تر میشه. یعنی از اون ور تا اینجا همش کابینت آشپزخونه بشه، چقدر اینجا خفن میشه. بچا این سیمای برق هم یه برق‌خور باید بیاد و برامون دوباره اینا رو بکشه. اینم از این. همه چیز داره خوب پیش میره. این دیوارم خراب کنیم دیگه تمامه. بچه‌ها خرابکاری کردیم. یه خرابکاری خیلی بد کردیم. این خیلی بده. نمیدونم چیکار کنم. کل برق خونه از این کنترل میاد بیرون و از اینجا رد میشه. یعنی بعد کل سقفو بکنیم، این کابلا رو یه جای دیگه جا بدیم. خب بچه‌ها من اومدم تمام این فیوزا رو در آوردم چون این کابلایی که از اینجا رد شده این ذره کار خراب کنن. بعد الانم با یه متخصص خونه صحبت کردم و بهم گفتش که هیچ اشکالی نداره. من باید خیلی با احتیاط اینا رو بکنم که بعدا ما بتونیم سقفو یه ذره توش یه شیار درست کنیم و کابل رو بفرستیم توی سقف. و این قسمت هم همش کابل رد شده، پس من باید با چکشم تا اینجا رو خالی کنم و بعدش دیگه تمومیم. فقط میمونه ریزکاریای دیوار، مثلا چه میدونم این قسمت‌ها که اینا رو با همین دستگاه هیلتون میزنم و میارمشون پایین. این کاری نداره. اوکی بدون معطلی لیتس گو. الان ساعت 6 عصره. من 2 ساعت بیشتر وقت ندارم. از ساعت 8 به بعد توی آلمان متاسفانه یا البته خوشبختانه اجازه نداری سر صدا کنی وگرنه همسایه‌ها میتونن زنگ بزنن به پلیس. 2 ساعت بیشتر وقت نداریم. بعد سریع این کارا رو انجام بدم. بعد برای من سواله که من بعدم از این خونه چجوری باید برم بیرون. بعد از اون دیواره وسط راهرو نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به این دیوار مسخره و دری که جاش روی دیوار باقی مونده بود. این اصلا اون دری که بهتون گفتم، دری که اینجا قرار گرفته بود. خیلی راحت درش آوردم، اصلا هیچ زحمتی نداشت. دیگه همینجا مجبورم بذارمش، کارش نمیتونیم بکنیم. این دیوارا من کلا از بین بردم، دیواری که اینجا بود. بعد میمونه یه تیکه بالا که این تیکه بالا کاب توشه و حواسم باشه. و علاوه بر اون بچا این دیوارم تا 60 سانتی میمونه، یعنی تقریبا تا اینجا. حالا من این قسمت یه ذره بیشترم زدم چون کلا از نو باید گچگیری بشه و صاف میشه. این دیوار اینجا صاف میشه، از این قسمت آشپزخانه ما شروع میشه تا اون قسمت. اینا کلا سقف و همه جا با هم یکسان میشه. آقا
خب بالاخره تمام شد بچه‌ها. خودتون نتیجه رو ببینید. شاید خفن. من در حد نیم سانتم نخاله‌ها رو آوردم پایین طوری که بتونیم خیلی قشنگ اینجا رو گچ‌کاری کنیم و اون قسمت الان همین کارو میکنم و دیگه این قسمت برای ما تمومه. این دیوار من یه ذره کج کله زدم که مهم نیست. الان فقط ریزکاری‌ها مونده. بعد ریزکاری‌ها رو انجام بدم. از طرفی این دیوار اینجا مونده که من میام این دیوار رو اوکی میکنم و بعدش میریم سراغ ریزکاری‌ها. راضی بچه‌ها من انگشتم یه جایی که داشتم چکش میزدم خورد به دیوار اینجا پله شد انگشت کوچیکم ولی دستکشو در نیارم چون مطمئنم خون اومده و در بیارم دیگه نمیتونم کار کنم. اینو آخر شب درش میاریم. آقا تقریبا دیگه داریم تمام میشیم بچه‌ها. من اطراف این چارچوب در رو کامل باز کردم و معلومه کسی که حالا اومده اینجا دیوارو پر کرده اومده حتی اینجا آهنکاری هم کرده، این چارچوبو زده، بعد اینجا اومده با از این صفای گچ مانند استفاده کرده. ولی اگه اینو همون موقع در میورد الان تمام این بدبختی‌ها رو نداشتیم بکشیم. اینا رو بچه‌ها من کاملا جدا کردم که از سقف داره میاد و این چارچوبو که در بیاریم اینجا دوباره دیوار میشه. یعنی کل این کارو ما داریم انجام میدیم که چارچوب بیاد بیرون، فقط این فاصله که اینجا هست نیفته. چون من معتقدم مستاجری که میخواد بیاد تو این خونه داره کرایه میده و من باید خونه رو به بهترین شکل بهش تحویل بدم. علاوه بر اون مستاجر بیاد تو ذوقش میزنه. مثلا فرض کن شما اومدی داخل خونه خیلی لوکس کرایه کردی، بعد میای تو پذیرایی میبینی یه جای چارچوب روی دیوارته. خیلی ریزا، شاید خیلی بهش فکر نکنم ولی به نظر من اصلا جالب نیست و تو سر ملک میزنه. الان مشکلی داریم، اونم اینه که یه قطعه آهن که دیوار رو نگه می‌داره اینجاست و من دستگاه سنگ فرز ندارم که بخوام اینو بردارم. واسه همین مجبوریم با این بریم تو کارش. موفق شدیم. یس. درود بچه‌ها. از قیافه منم معلومه یک روز از آخرین ویدیویی که اینجا گرفتم گذشته و به به خونه رو ببینید. آقا اولین آپدیتی که میخوام بهتون بگم اینه که بچه‌ها نصف نخاله‌های ما رفت توی گونی آماده شد که اینا رو ببریم بندازیمشون دور و دیگه جونم براتون بگه این قسمت رو صاف کردیم بچه‌ها. الان این دیوار کاملا صاف شده. این قسمت هم تا جایی که تونستیم صافش کردیم و این دیوار رو به زودی میپوشونیمش. آخیش دیگه بالاخره آدم میتونه اینجا راحت راه بره. دیگه این گره اینجا افتاده بود، یه درم از این ور افتاده بود، اصلا آدم نمیتونست راه بره. و الان که من وارد این خونه شدم، قبل از اینکه دوربین رو روشن کنم، اولین چیزی که من دیدم گفتم وای من چقدر اینجا بزرگ شده. واقعا چقدر بزرگ شده، چقدر تاثیر داره. بچه‌ها ما یه دیوار از اینجا برداشتیم، یه دیوارم از اینجا برداشتیم، ولی خیلی رو فضای خونه تاثیر داشت. و ببینید چقدر آشپزخونه ما بزرگه. یعنی اون معماری که روز اول بچه‌ها اومده بود یه دیوار اینجا کشیده بود، آشپزخونه به این کوچیکی زده بود و یه انبار اینجا درست کرده بود، اصلا واقعا یکیشو. بچه‌ها در اصل من می‌خواستم فقط این دیوار این قسمت رو بردارم و این دیواری که اینجا هست رو کوتاهش کنم، ولی آقا انوشیروان کارشناس ما به من گفتش که این دیوارم بردار، خونت خیلی دلبازتر میشه و از همینجا ازش تشکر می‌کنم. دستش درد نکنه. حتی توی ساخت این خونم خیلی قراره به من کمک کنه و امروز هم یه کارگر فرستاد از شرکت خودشون که دستش درد نکنه، اومد نصف این نخاله رو گذاشته توی گونی و امروز برنامه اینه که کل این نخاله‌ای که اینجا می‌بینید جمع بشه و فردا این نخاله رو همه رو بزنیم توی پارکینگی که من اینجا دارم و بعدش بریم و بندازیمشون دور. و یه خبر بدم دارم براتون. حالا خبر بد ما چیه بچه‌ها؟ خبر بد ما اینه که برقکاریای این خونه به هیچ عنوان به درد نمیخورن. این سیما خشک شدن و همینجوری که معلومه بچه‌ها میبینید روکش روشو خدایش میبینید اصلا میشکنه و میره. نگاه کنید سیماشون خشکه و این سیم خشک اگه ما مجددا بذاریمش توی دیوار و استفاده بکنیم، خطر این که اتصالی بکنه دیوار و چه میدونم باعث بشه خونه ما آتیش بگیره بسیار زیاده و در قدیم توی آلمان هم این اتفاقات زیاد افتاده. و این از سیمکشی خونه که کاملا آشغاله. و یه چیز دیگه هم که خیلی آشغاله کنتور برقمونه. کنتور برق بچا افتضاح قدیمی از این فیوزاست که باید بچرخونی و این فیوزام اصلا استاندارد نیستن، بسیار قدیمی ان. یعنی من این فیوزا رو بیشتر توی لاس پلیسایی که میرفتم ساختمونه مال جنگ جهانی دوم دیده بودم و کنتورم بعد عوض شه. حالا هزینه عوض کردن کنتور با کل سیمکشی ساختمون حداقل یه چیز اولوش 7 تا 8 هزار تاست. ولی آقا انوشیروان یه تخفیف ویژه به من داده. به من قول داده که کل برقکشی این ساختمون رو به علاوه کنتور، به علاوه سیمکشی، به علاوه همشو با 3 تا نهایتا 3500 تا برام اوکی کنه. من اولش فکر می‌کردم که از همین کابلا میتونیم استفاده کنیم، ولی به محضی که امروز اومد اینا رو دید اصلا به من گفت
گفتش که با این نمیتونین کار کنی. راست هم میگه. بچه‌ها این مثلا یه حالت پلاستیک ماننده که میاد روی کابل و از کابل محافظت میکنه و نگاه کنید نباید اینجوری بشکنه. معمولا اینا نرمن. برقکشی ساختمون ما داغونه و الان که دیوارا هم خراب کردیم بهترین فرصته تا برقکشی هم عوض کنیم. ولی متاسفانه 3-4 هزار تا از جیب من میره و من تا الان روی این خونه هیچ سودی نکردم. فقط دارم هزینه میکنم، فقط داریم تجهیزات میخریم. این که کی سود میکنم و نمیدونم، ولی حتما تا آخر ویدیو دنبال ما باشید. میدونید که من هیچ وقت گیواب نمیکنم و این خونه رو میخوام تبدیل کنم به یکی از خونه‌های لوکس توی برلین که بتونیم خیلی خوب اجاره بدیم این خونه رو. و یه آپدیت دیگه هم بهتون بگم بچه‌ها، سرامیکای راهرو و آشپزخونه‌مون اینجاست. سرامیکایی که انتخاب کردیم سفید ولی با خطای طلایی هستش، طرحش هم مرمره. این سرامیکا رو قراره که فقط توی راهرو و آشپزخونه بزنیم و توی اتاق‌ها لامینات رو عوض می‌کنیم و می‌خوام لامینات کار کنیم. سرامیکام سایزشون 120x60، سرامیکای بزرگ، سرامیکای خفن و رنگش هم که روشنه باعث میشه که آشپزخونه و راهرومون بزرگتر به نظر برسه و خوشگل‌تر شه. آقا ما تو خونه گونی کم آوردیم، بعد من الان رفتم یکی از این فروشگاهایی که تو آلمان هست، مثلا باها تقریبا 50 تا از این گونی‌ها خریدم و قیمتش خیلی خوب بود. اینا 10 تاشون در میاد تقریبا 7 یورو، ولی یه مدل گونی داره توی همین سایز که اونا مثلا دونه باتون 3 یورو در میاد، یعنی 10 تاش باتون در میاد 35 یورو. فروشگاه هم بچا دقیقاً اینجاست و قسمت درایوین داره، دقیقاً مثل مکدونالدز، با ماشین میتونی بری داخل برای خودت خرید کنی، راحت خرید بذاری توی ماشین و بیا بیرون. البته من این کارو نکردم چون دوست داشتم از پیاده روی کنم. بچا من خریدم تموم شده ولی میخوام ببرمتون داخل این فروشگاه، خودتون هم ببینید چقدر باحاله. با ماشین بری داخل برای خودت دور کنی و بیای بیرون. ولی سرعتی که اینجا میتونی بری فقط 10 تاست، ما بیشتر میریم. ولی بچا جلومون هم یه ماشین پارکه، اینا کرایه کردن ماشینشون رو، میخوان چوب بخرن. بعد اینجا مثلا میتونی برین تو این قفسات چوب بار ماشینت کنی. آقا خرید اینا تموم شد، الان میتونیم بریم. یه ماشینم از پشت داره میاد، خیلی باحاله. من احساس میکنم من سوپرمارکت ولی با ماشین. بچا اینجا برای باغ وسیله باغ میتونید بخرید، چون از این نردهاست که مثلا دو تا باغو جدا میکنه و بازم چوب اضافه و همه چیز داره اینجا. اون قسمت هم پر از سیمان و اینجور چیزاست. الان دوباره میخوایم بریم دم صندوق. من الان خرید کردم از اینجا، بعد الان با ماشین اومدم بعد بزنم میگم چیزی نخریدم. بعد صندوقش هم اینجاست. یه خانم پیاده میشه و دیگه میاد خریدار رو باهات حساب میکنه. شب دانش که کاف در کل داره صندوقو میبینه، اشاره نگاه کنیم. نه این فاز و تمام. آقا صندوق هم چک کرد، دید که واقعا خرید نکردم، گفتش که قانونشون اینجوریه. بعد نگاه کن، روز بعد برقکارا اومده بودن و توی دیوارها شیارهایی درست کرده بودن تا بتونن برقکشی کل خونه رو جدید کنن. روز بعد فرا رسید و ما دوباره اینجاییم. آقا نوشیروان خسته نباشید. آقا نوشیروان یه آپدیت بده ببینم که چیکارا کردید. آخرین باری که من اینجا بودم دیروز بود که هنوز اینجا پر از نخاله بود، ولی امروز کاملا مشخصه کلی کار اینجا انجام شده. و چیکار کردید؟ امروز بچه‌ها زحمت کشیدن، نخالا بردن پایین، برقکار اومده شیارا رو زده، نقشه برق اجرا شده، داره آماده میشه، کابلا اومده ان شاءالله. اینا رو میشه کشید؟ نه این باید باشه، فعلا رو پلن داریم براش. آره. بعد من فکر کنم یه تیکه از اون پلن رو خراب کردم. نه اینا چون قطع میشه و کابلای جدید میاد، واسه اینکه سخت خرابی نداشته باشیم مجبوریم تو دیوار نگرش داریم. این در اومد به خاطر اینکه مشکل رد شدن مبل داشت، در جدید میخوره. این در 70 سانت بود، بعد درش آوردیم که یه در 80 سانتی بذاریم از اون ورم که جا داره که مثلا کسی که میاد تو این خونه مبل بتونه راحت جابجا کنه و اذیت نشه. دیگه کاغذ دیواری‌ها رو داریم میکنیم. آره مرحله اولشه. درسته. اصولا خونه‌های قدیمی 2 لایه 3 لایه کاغذ دیواری داره. این مرحله اولش کنده شده، باز مجدد آبلوزوم میخوره، میره واسه مرحله دوم. بریم سراغ راهرو. توی راهرو کنتور برق قراره جدید بشه. این کنتور برق تا چه سالی تولید شدن؟ یعنی جعبه فیوز. کنتور برق این میشه دیگه. کنتور برق اینه. آره این میمونه. بچا این میمونه خدا رو. این جدید اصلا زد اجرا شده. اصلا تنها چیزی که تو این خونه جدیده همینه. دقیقاً. هیچ چیز جدید دیگه ای نداره. این فیوزا آخرین بار کی تولید شدن؟ اینا تقریبا مال 60 سال 70 ساله. 70 سال این فیوزا هستن. بعد خیلی هم خطرناکن. من داشتم دیروز راجع به خطرات این کابلای برق هم میگفتم، چون من اول که دیوار رو خراب کردم نمیخواستم اینا رو عوض کنم. بعد آقا نوشیروان گفت اینا رو عوض کن. بچا ببین چقدر خوشگل. اگه ما از این کابل استفاده می‌کردیم چه اتفاقی مثلا میتونست بیفته؟ اصلا اینا بره زیر رطوبت، بره زیر گچ، 100% اتصالی داریم اینا رو. اینا هیچ عایقی نداره الان. اینها تا زمانی که زیر دیوار از قدیم هست داره کارشو میکنه. ولی به محض اینکه در میاد 100% باید تعویض بشه. عالی. یعنی ما اینا رو بعد تعویض می‌کردیم، اگه نمی‌کردیم خب با بیمه مشکل بزرگی می‌خوریم. آقا نوشیروان این ایرانی که این خونه رو فروخت به من گفتش که این خونه به هیچ تعمیراتی نیاز نداره. از دید اون ممکنه. نظر شما چیه؟
اون روزم گفتم ساختمونه که از 1950 به این ور ساخته شده ساختمونا بتونیه، ساختمانای محکمیه. حتی تیغه ها رو ببینید با بتون‌های سبکتر کار شده، به سطح مقطع میله گردای 56 توش کار شده. درسته، ولی جدیدن اونجوری میزنن. حالا دقیقاً معلوم نیست بچا جدیدن ساختمونا رو با اینا میزنن و اینو نمیشه بکنمش. اینو میتونم بکنم. جدی این سقفش چیه؟ سقفش اینجا ترمیم باید بشه. ترمیم بچا. خب الان میریزه رو ما. اینو ببینید، اینو خودش من همیشه تو دلم بود بکنمش بچا. 1 2 و تمام. همه چیز داره خوب پیش میره. آره دیگه بچه‌ها امروز و فردا برخورد به زحمت میکشن، خونه رو آماده میکنن. الان بعد بریم درب توالت در. آقا یه توضیح که بهتون بدم، البته من فکر کنم زیادم گفتم، این درب توالت رو به داخل باز میشد. بعد این دره ارزش 50 و چند سانتی؟ 57 سانت بود ولی ماشین لباسشویی که میخواید بخرید ارزش 59 سانته و واسه همون 2 سانت ماشین لباسشویی نمیتونه بره داخل مگر اینکه حالا دربشو باز کنی که اینجوری گارانتی هم از دست میدی و اون داخل که رفت بخوای دربشو ببندی. حالا ما این در رو میخوایم بکنیم 70 سانت، یعنی ما اول باید این چارچوبا رو در بیاریم، پریز برق جابجا میشه میره اون ور دیوار و یه چارچوب 70 سانتی میزنیم. به همین آسونه. بچه‌ها آقا انوشیروان از قبلم اینجا سرامیکو بریده، دستش هم درد نکنه. یعنی ما اندازه گرفتیم سرامیکو بریدیم، در ما قراره که بیاد تا اینجا و از بیرون باز بشه و همین الان باید سرامیکا رو بنازیم پایین، بعد این قسمت رو خراب کنیم که البته من عاشق خرابکاری ام. خب من با هیلچی این سرامیکا رو بریزم که بعد آماده بشه که مهران شروع کنه به خراب کردن. اشغالا رو شما میکنی آقا انوشیروان. این یه دونه خراب شد. بزن گرفت. آقا انوشیروان این پایین فکر کنم آسیب دید. نه دقیقا اینجا دقیقا آزاده. آقا انوشیروان نه چارچوب میاد اینجا. می‌خواستی بندازی گردن ما نمیشه. آره دیگه. خواستم کلا بندازم که یه توالت جدید بزنیم. یه توالت جدید. نه چارچوب میاد اونجا. حالا دیگه یه تیکه رو باید خراب کنیم، چارچوب میبریم. با چی میتونیم خراب کنیم که سرامیک ضربه نخوره؟ دیگه اینجا رو باید آروم آروم با قلم و چیز بزنیم ولی از همون سمت، از این سمت بزنیم سرامیکمون لغو میشه. آره سرامیک از همون سمت میزنیم. و تمام. آقا همه قسمت‌ها رو در آوردیم به جز قسمت راست چون که اینجا هم سرامیک هست و کار خیلی حساسه. از اینجا به بعد من خدافظی میکنم از صحنه. آقا انوشیروان دیگه زحمتش رو میکشه. بچه‌ها خودتون ببینید این قسمت سختشه دیگه. بعدی این چارچوب اینه که این با سیمان گیره، این قسمت هم آهنه. می‌بینید مثلا این آهنا رو میکنم داخل دیوار و بعد سیمان میریزن و چسبیده به دیوار. ولی اون یکی چارچوب اینا با فوم گیر بود. نگاه کنید با فوم خیلی راحت‌تر در میاد تو. بچه‌ها ایمنی برای ما خیلی مهمه. ایمنی اینجا حرف اولو میزنه. کامل داره در میاد از این وقت. تمام بیرون. خب آقا بالاخره درب توالت ما در آوردیم. بچه الان چارچوبش آماده است. یه درب 70 سانت اینجا نصب میشه و از همین الان من احساس میکنم توالت بزرگتر شده. و آقا انوشیروان همین الان ما یه تصمیم دیگه هم گرفتیم. اینو میخواستم بگم که ما هر روز که میایم یه تصمیم جدید میگیریم. ایده ها هی به روز میشه. همیشه اینجوریه؟ همیشه تو کار ساختمان همیشه اینجوریه. آره. یه اصطلاحی هست قدیمی همیشه میگن خدا نکنه تیشه بنا گیر بکنه. دقیقاً. اصطلاح. الان یه ایده که زد به ذهنمون اینه که ما الان می‌خوایم کل اتاق‌ها رو سرامیک بزنیم. مثلا ما اوایل می‌خواستیم فقط این قسمت رارو رو سرامیک بزنیم، اتاق‌ها رو لامینات جدید بزنیم. ولی گفتیم خب چه کاره؟ یه تیکه سرامیک میزنیم و الان من دیدم این قسمت سرامیک هم شکسته، یعنی نشکسته ولی خب چارچوب در آوردیم جاش خالیه دیگه. آره جاش خالیه. من گفتم بیایم کف توالت هم مستقیم سرامیک بزنیم تا این قسمتایی که کامل نیستن و خراب شدن رو هم بتونیم تعمیرش کنیم. یعنی یه تیکه سرامیک بزنیم تا این قسمت فقط دیوارا رو بذاریم باشه، چون دیوارا رو اگه بخوایم سرامیک بزنیم دیگه فکر کنم یه 2-3 هزار تا دوباره هزینه میره بالا. اونو نمیارزه، اونو بعد بذاریم برای بعدم. و یه چیزی که خیلی من حال کردم پریز برقاست. بچا یه پریز اینجا، یکی اونجا، دو تا اونور، دو تا اینجا، دو تا اینجا. اصلا دیگه تنها چیزی که تو این خونه زیاد میشه پریزه. بعد مثلا استاندارد داره اجرا میشه. آره. اضافه نیست. مثلا دستگاه وای فای که اینجا بود پریز نداشت. اینجا ما فقط یه دونه کلید داشتیم برای روشنایی ولی پریز نداشتیم. بعد یه پریز هم اینجا بعد برای دستگاه وای فای بزنیم که دستگاه وای فای بیاد اینجا و یه پریز اینجا برای روشنایی جدیدش میکنیم، عوض میشه. آیفون هم میخوایم عوض کنیم. آیفون هم فایده نداره، خیلی قدیمیه. کلا این خونه قراره که نو بشه. جوری که دیگه این خونه کامل تمام بشه، یعنی همه چیش اوکی بشه. و یه تشکر ویژه میکنم از آقا انوشیروان
دوستان خیلی کمکم کرد، بچه‌هاشو فرستاد، از تو شرکتشون کلی الکتریکر فرستاد، کمکمون کرد، کارگر آورد، دیوارا کاغذی‌واری رو در آوردن و کلی زحمت کشید. حتی خودشون هم مشغول به کار شدن. دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم. منتظر باشید توی پارت‌های بعدی قراره که کلی اتفاقات خفن بیفته. امیدوارم که کار خوبی باشه، تجربه بشه واسه دوستان، بدونن خونه که میگیرن چه کارهایی داره، 100%. چه پلن‌هایی قبلش باید روش حساب بکنن که بتونن موقع خرید برنامه‌ریزی داشته باشن. و حتما شما شاهد این خواهید بود که چجوری یه طویله رو تبدیل به یه خونه لاکچری بکنید.